دومی چمپیونات مملکت توش به نزد بسیار عالی خود را توانست برگزار کرد دارد. ایلهام برای توپ از کانور ضربه او برطرف میکند. سونی ارجمند مخصوصا دسته‌های خطلون و خوجان سال 2018 این دو بازیگر فوتبالبازان کلیدی تیم پرتو با داخل جریمه گل شروع قرقیزبویف اشتباه نباید و امکانیتی بره حالت افساید نبود عموما. ببینید توپ از پیش دستانی او گذشت نگشته بسیار پرتابی طویل و عالی با سمت عزیزبک سلطانов هجوم دسته کوکتوش رو میبینیم میتواند بسیار خوفناک باشد. این حمله فرصت برای اجرای ضربه گل بهترین گل در دوره دوم چمپیونات مملکت شده و نشده مخلص محلی گفته می شود. به تکرارم ببینیم او پاس داد با سمت همدسته شرط شماره 11 امیرجان سفرов و پاس جوابی در اجرای امیرجان سفرov گرچند مشکل بود برای این بازیگر اجرا شد و فرصت خوبی گلزنی رو استفاده کرد. این بازیگر عزیزبک سلطانov ضربه زیبا به کنج دروازه و دروازه‌بان شهزاد شمس‌الدینov عاجز مانده است برگردانیدن این گل. اکنون حساب 1-0 میگه. فکر میکنم بسیار یک مشکلی جدی به میان می آمد. باز هجوم در اجرای بازیگران میزبان است و امکانیت برای امیرجان دروازه‌بان از موقعش بیرون میآید و به تکرارم ببینیم. البته اینجا بختیار قلندرov نتوانست درست پاس بدهد. دیده بودیم با اون خاطر که مخلصان در حکمت الله شریف فاز در دسته کوکتوش امکانیت برای اجرای ضربه بود اما با بازی رو وارد میشود. بیا تکرارم ببینیم از بختیار قلندرov او گذشت ضربه زد اما ضربه از مسافه بسیار هم دور جانبی دروازه دوستان ارجمند اما امیرجان سفر تغییرات ها آماده میشوند دوستان ارجمند. پاس میدهد عزیزبک حرکتی او به سمت مرکز گزارش از ایلهام براتوف دو نفر رو فیله میدهد ضربه که ضربه را اجرا کند او در این لحظه میخواست با تنهایی بازی کند. هجوم نوبتی دسته سرافشان قبلی خوفناک‌تر باشد. دیگر همه در داخل جریمه گاهند. ضربه روز جانبی جریمه گاه زده میشود. فرصت برای بازیگران دسته سرافشان و سیویولی شروع قرقیزبویف معذور رو به همین خاطر به دسته کوکتوش دعوت کردند. بازی رو ادامه میکنم بازیگران کوکتوش پرتو به جریمه گل ضربه بود سر امیرجان سفرov بازیگر مختار عظیموف است ضربه جانبی دروازه و از پای ایلهام براتوف ضربه زمینی در اجرای کاپیتان دسته ضربه نوبتی جانبی ضربه زده او پرتاب نوبتی بعد داخل جریمه گاهی نه تو ضربه بود اما شروع قرقیزبویف داشت غالی مانده بود و 3 امتیاز داشت. امروز برای یک امتیاز دیگر حداقل مبارزه می‌برد. در داخل جریمه گاه قاعده بازی ویران کرده می‌شود و ضربه پنالتی برای دسته کوکتوش به میان میآید دوستان ارجمند. امیرجان سفرov آیا اینجا 100% قاعده بازی ویران شد یا نه؟ ظفرجان اکبرعلیف بازیگر که از احتیاطی به بازی آمده بود و توپ از میدان بیرون می‌شود. محسن جان عبدالله فکر میکنم در حالی که اکنون از پنالتی همین چیز هم خوب شد برای این دسته که دقیقه های باقی مانده الهه کرده دوار و مربع نخستین رو و دسته سرافشان اکنون شماره امتیازش برابر می شود با کوکتوش. یعنی این دو دسته 3 امتیازی دارد رفت. دوستان عزیز با گزارش مستقیم خیش را از ناحیه رودکی از ورزشگاه مرکزی ناحیه با انجام رسانیم. این امیدین احمدزاد با شما بودم.